خاطر و زحمت کشیدیم. از شما تشکری میکنم، از تک تک شما. تلاش شما، زحمت شما، کوشش شما نه تنها یک کار نبود که دیروز شده باشه، بلکه 6 ماه شده شما تلاش میکنیم و تشکری میکنم از این احساس پاکتون. و این شخصا به خود ما امید میده که جوانای این مملکت به فکر جبران کردن اشتباهات گذشته هستند و پل زدن در بین اقوام هستند. نعره تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! این کار شما هر کسی که میخواد نام قومی به او بده ابدا ارتباطی به قوم نداره. اینجا همون قسمی که میفهمین از وزارت دفاع خود امیر صاحب دیگه از برادرای ازبک ما بوده، اما قسمی که برادرای پشتون ما بوده و این یک حادثه بود المناک که در تاریخ افغانستان رخ داد و من بسیار خوشحال هستم که جوانا بسیار خوشحال هستم که شما جوانا همین تاریخ جبرانش کردین و همین اشتباه تاریخی را جبران کردین و شما توانستین بین اقوام افغانستان بازم میگم پل بزنید. خدا به خیر داشته باشه. شما را بازم تشکری میکنم، قلبا از شما سپاسگزار هستم. بازم تشکر. تشکر احمد.